ضمن سفر کاری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید به ناحیه فرخور سراول جهت کارکرد درست نهالان پخته و بازرخیمیکت‌ها تامین نمودن نهالان از زمین‌های خواجگی تخم پروری دوستی 60 دیدن کرده به خواجگیداران اوید به کارکرد درست سری وقت آبمانی شانه زدن نهالان و کارکرد درست قاعده‌های اگروتکنیکی در زمین را به اهل زحمت فهمانیدند. باید گفت که اصلا این خواجگی تخم پروری بوده. اهل زحمت در 50 هکتار کشت نوهای گوناگون پخته را به راه مانده همه ساله حاصل خوب طلای سفید به دست میارند. این سال کوپراتیو تجارتی تخم پروری دوستی 60 در میدان 50 هکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندیم که نوعی لیما می باشد. انکشاف پخته امسال خیلی خوب است. همه کارهای اگروتکنیکی سری وقت در مهلت‌های معین گذرانده شده است. ما امید داریم که از این پخته امسال حاصل بلند به دست بیاریم. ما که خواجگی تخم پروری می باشیم، خواجگی ها از ما امید کلان دارند درباره تخمی. ما تخمی استحصال میکنیم و خواجگی های دهقانی جماعت و ناحیه را به تخمی قسمت تامین می نماییم. از روی اطلاع در ناحیه فرخور زمین‌های کیش و پالیزی همه ساله از روی نقشه کیش کرده می‌شوند و اهل زحمت ناحیه با استفاده از کارکرد درست زمین و مهنت حلال حاصل فراوان زراعت‌های کشاورزی را به دست می‌آورند که این روند در فراوانی بازارهای داخلی مساعدت می‌نماید. ما طبق دورنامه همه ساله در میدان 9700 هکتار کشتی پخته می‌گذرانیم که امروز چهل کش مدرسین نشونامای پخته خیلی خوب می باشد. امسال نیت داریم که دورنامه استحصال پخته رو اجرا نماییم. در ناحیه فرخور اصلا نوهای رمسس، ایرام، لازر، نوهایی که از ترکیه از دیگه خطایی میارن هم نوها رو میکنن. از دولت‌های خارجی میارن. تا سال اخیرش از هم نوهای خارجی کش کرده استودن. همچنین جهت بازدید از رفت کارهای راهسازی در جماعت دهات خراسان و حدود دیگر جماعت‌های ناحیه که از جانب صاحبکاران وطنی جهت آبادانی محل کارهای سازندگی ادامه دارند، رئیس ولایت ختلان بازدید کردند. باید گفت که در دهه کوهدامن جماعت دهات وطن از حساب صاحبکاران دهه 12 کیلومتر راهها با جلب تکنیک‌های راهسازی منفرش‌نمایی‌اش آغاز گردیده است. اصلا دهات مذکور 7000 اهالی دارد که انفراستراکچور آن روز از روز آباد گردیده. دیگر انشاءات‌های معیشی و مدنی نیز در برابر کارهای راهسازی ساختمانشان ادامه دارند. لازم به یادآوری است که جهت انفراستراکچور دهات و بهر علم آموزی خوب نسل نورس مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 نیز تجدید و از نوسازی گردیده تا سال نو خوانش باید به استفاده داده شود. جهت کارهای آبادانی و رشد دهه و محل همچنین به جای کار جلب نمودن اهالی دهات و دیگر انفراستراکچور دهات به مسئولان ناحیه از جانب رئیس ولایت ختلان دستور داده شد که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی چنین کارهای آبادانی و سازندگی را در سطح بلند ادامه دهند تا جشن ملی وطن را با دستاوردهای ارزنده استقبال نمایند. خیرین سامرازاده، محمدی میرزا، ناحیه فرخور، اخبار.